این هفته خبر تو خبر داره براتون. از جلز و ولز جک و جونورای عمامه‌دار خامنه‌ای برای کابینه پزشکیان و ترسشون از آبکش شدن نظام. کابینه‌ای که انتخاب میکنن کابینه‌ای باشد که مقام معظم را فرمود انقلابی باشند، زاویه با نظام نداشته باشند، غرب پرست نباشند. کابینه باید بر این اساس شکل بگیره. زرشکیان هم جواب این آه و ناله های امام جمعه ها را اینطوری داد. رئیس جمهور در حکمی محمد جواد ظریف را به سمت معاون راهبردی رئیس جمهور منصوب کرد. محمد جواد ظریف در دولت‌های 11 و 12 وزیر امور خارجه بود. این مالکش اعظمی که حالا شده معاون راهبردی زرشکیان همونیه که تا چند روز پیش اینطوری میگفت. شما نمیخوام فقط از اون چه که دوستان من که تو دولت نخواهم ولی از اون چه که دوستان من در دولت انجام خواهند داد انتقاد نکنید. خلاصه این انتصاب داد امام جمعه های خامنه‌ای رو به هوا برد و گرگ ها افتادن به جونم. چه بگم بنده خدایی بگم کسی بگم ساده لوحه. وقت میگن ما حرف دنیا رو در دیپلماسی ما بلدیم، ما حرف دنیا رو بهتر بلدیم. واقعا هنوز هم فکر میکنن کت خدای دنیا اینا هستن، باید اونا بیان حل و فصل کنن، ناجی مطالب اونهاست. مجرم رو به جای حاکم جا بزنیم، بگیم این حکم بشه تا این دعوا رو حل کنه. آخه این ساده اندیشی نیست. وقت این افراد رو واقعا جا داره انسان توی مسائل راهبردی استراتژیک به کار بگیره. تأسف داره، جای تعجبه. تا این جای کار دورخیزی که عظما برای یک دست کردن نظامش کرده بود با چنین صحنه‌ای مواجه شد. این تازه اولش عظما. شکاف و زاویه رو به پا که قراره چپقتو چاق کنه. آقای رئیس جمهور، قبل از آنی که رسما افراد کابینه را به مجلس معرفی بکنند با مجلسی ها گفتگو داشته باشند، افراد را با هم ارزیابی بکنند، ببینند که آیا شایستگی لازم رو دارد یا ندارد، که بعد مواجه با شکاف، مواجه با زاویه هایی که برای بعدها مضره نگردند. البته کیه که ندونه تو طویله عظما دعوا سر لحاف ملا و به چاپ بیشتره. تو هفته ای که گذشت یه سر و صداهایی توی نظام بلند شد که عظما رو حسابی حیرون کرد، تا جایی که کارشناسای خودشون مجبور شدن توی تیویریش اینطوری ماله کشی کنن. ببینید ایران حدود 90 میلیون جمعیت داره. خب اتباع خارجی زیادی داره، با کشورهای زیادی همسایه هست و این که شما بیایید در چنین کشوری که پل ارتباطی بین آسیا و اروپا هست نیروی نفوذی وارد بکنید، یک کوادکوپتر یا یک مثلا ریس پرنده رو اونجا قرار بدید، بعد از طریق ماهواره مثلا بیان یه کاری رو انجام بدن، این خیلی دستاورد مهمی نیست. بعدم این ویدئوی پاسدار قاقالیلی توی فضای مجازی وایرال شد. بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی کار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن. میرن دقت میکنن، میفهمن چه خبره. بسیجیام اومدن اینطوری شاخ و شونه بکشن، اما تو فضای مجازی براشون از این کلیپا درست کردن. ما رو چه باک از شهادت که به دیدار رسول خدا میریم، ما رو چه باک از شهادت ما شب و روز رو گذروندیم به شوق وعده فمن یمت یرنی. خفه شو بابا. مجری تیویریش که حسابی جوگیر شده بود اولش یه چنین ژستی گرفت. به حول و قوه الهی در ساعتهای آینده جهان شاهد صحنه‌های محیرالعقول و اتفاقات بسیار مهمی خواهد بود که این صحنه. اما تو همون برنامه
مجبور شد حرفشو پس بگیره. انشالله که فرصت باشه در روزهای آینده یا حتی ساعات آینده، ما اطلاع دقیقی نداریم، بیایم و از ابعاد و اتفاقات مهمی که در پی خونخواهی اسماعیل هنیه انجام خواهد شد، خونخواهی حاج محسن فؤاد شکر در لبنان، و بعدم یه عده از کارشناسای رژیم وارد شدن و از این حرفا زدن. توی رسانه ها زیاد بعضی از کارشناسان نخبه حرف از جواب دادن ایران نزنن، اجازه بدن همه چی مسیر اصلی خودش رو طی کنه و اجازه بدن افرادی که متخصص این کارن نظر بدن. بعضی از بیانات تو رسانه ها میتونه افکار عمومی رو بدبین بکنه یا خوش. این هم تصویری دیده نشده از عملیات سربازان گمنام ولایت. خلاصه که پزشکیان همون روز اول به زرشکیان تبدیل شد و توی فضای مجازی وضعیتش رو به این کلیپ طنز تشبیه کردن. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با حرفای دختر علم الهدا شروع میکنیم که تلاش میکنه تا در جفنگویی جای رئیسی جلاد رو پر کنه. اون چی که جذابتر میکنه کار رو وقتی که شما میبینید امروز یک نسخه برگزیده، یعنی جمهوری اسلامی به عنوان نسخه از حکومتداری در مقابل نسخه دیکتاتوری و نسخه حکومت توده‌ای به نمایش گذاشته میشه. اینجا ایران پیشرو میتونه برای جهان آینده حرفهای تازه‌ای داشته باشه. به نظر میرسه شهید رئیسی هم جذابیت جهانیش به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی رو خوب معنا کرده. این هم یک چشمه از دست و پا زدن‌های پزشکیان برای پر کردن جای امیر عبداللهیان. ولا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل. اینی چی میگن؟ در پایان این شما و این هم دو نمونه از الگوهای اقتصاد مقاومتی. اولیش تأمین برق چرخ خیاطی. و دومیش هم مهندسی معکوس. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، داره میره توی گور این عظمای در به در، دمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.